چی کار دارید آقا؟ بفرمایید داخل. بفرمایید. بله. اکبر به نازمین این سریال میشه تو صدا داد تو خوزستان به ارواح پدرم خدا شاده. اکبر بیاد دوستان از چشم افکان برون خون از دل ناشاد ماید ای وای ای وای ای وای ز مرگم گر بگذرد قرن بسیار ای وای چه خاکستر شود جسم من زار ای وای ای وای پسر صد سال گوید زنده گردم ای وای قدم بر قبر ما هرگر ندیارم آخه ای وای ای وای گذشت ایام گوار ای بلبل زار عزیزم گذشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بابا اینم خونه جدید برای فیلم برداری. واقعا عجب خونه ای ها. اینجا نگاه کن، گل کوچیک برای فوتبال توپ بزنیم درست. همینم نداره خونه. برو نگاه کن بابا. یعنی چقدر باحاله. آینه قدی، آیفون، آکواریوم. حال کن آکواریوم. اینهو دریا میمونه. بابا این ماهی بزرگا روزی یکی میندازیم میخوریم تو ماهی تابه. نگاه اردک ماهیه. شبیه به ما قدیمی نیست؟ بابا ما که دریا میرفتیم ماهیا مثل اینا نبودن که بابا. فرق میکنن ماهیا. آها بابا اینا تزیینی هن. آه بیا اینا نگاه کن بابا. طبقه دوم فرش قرمز. به اینا چیه بابا؟ اینا سپاهن برای فیلم برداری دیگه بابا. او چراغ چیه؟ اینا بابا چراغ نه، اینا نورافکنن برای فیلم برداریه بابا. نگاه کن. مبل برامون گذاشته راحت. ما خود تو خونه خودمون مبل نداشتیم. نه حداقل برای فیلم برداری و مبلی برامون میگیره. خیلی خوبه. بابا تشنه نیست بابا؟ نه اینم یا آکواریوم دیگه. آشپزخونه هم اوپن راحت. اورم حمومه. اینم گلخونه. بابا این بالا خونه هم داره. طبقه دوم اونا میگم فرش قرمز نادن، قالی قرمز. بریم بالا. بابا در میزنن. برو این کی پشت داره بابا. بله. سلام داداش. سلام علیکم. خوبی؟ خیلی ممنون مرسی. اینجا لوکیشنه؟ شما؟ من براد منصوری. منظورت براد پیت دیگه ها؟ بیشتر به پیتش میخوری. من اومدم اینجا شما نقش برادرم رو بازی کنی. بله بابا. ما نقش برادرتون رو بازی کنم؟ اصلا به تو میخوره برادر ما باشی؟ بابا چی میگی تو؟ کی گفته تو بیا اینجا هستن زودتر ما؟ بیا برو خیلی رو داری. جان مادرت. ما علاقه دارم به بازی گری نکوی کارو با ما. برو بدون دستت بردار. ما علاقه دارم دستت بردار اصلا. نه دیگه نمیشه. جان مادرت.
بار آخرت باشه با ما روداری میکنی ها. جان مادر، حالا ما علاقه دارم به بازیگری. بذار بیام داخل. اینجا تو این سریال ما اولم. حالا چون یه خورده تمایه رونالدینیو داری خوشم میاد ازش زیاد، اشکال نداره. بیا تو، ولی روداری نکنی با ما. نه قول میدم. بیا تو. بیا تو. قرار اینجا فیلم ضبط بشه؟ بسم الله. مگه جن دیدی؟ بله بابا. مگه جن دیدی آقا؟ نه والا داده اینطوری که تو اومدی. حالا بفرمایید. آقا راه باز کن. این صحبت ها برا کیه په؟ کجا بیای تو؟ من قراره نقش خواهر ارشد این خانواده رو بازی کنم. چی؟ منظور دده ما باشی توی خونه؟ دده نه، خواهر شما. حالا میری کنار یا نه؟ خب باشه یواش باشه خانم. باشه اشکال نداره. بیا بفرمایید. خب حالا شد. خدا به دادمون برسه با این دده ما چی کنیم توی خونه؟ و سلام بینم. حالش چطوره عمو؟ خوبی؟ سلامتی؟ بابا اینا خوبن؟ من سلام میرسونم. به زنگ زدن ها؟ آره. هنو استقلالی هستی که؟ سرسخت. آفرین. بکرتم. آماده برای کار تازه؟ آماده. محکم؟ بیا تو. بلند شو. به تو نمیفهمی ما خوابیدم ها؟ این کانگورو هر رو ما بپری چته؟ لشه از بس که خوابیدی مثل گلا تو باله شدی. بلند شو. سرا با خدا یه مش میزم تو پیشونی تا بری تو آشپزخونه. خسته میگم بذار بخوابم. بلند شو. حالا ارسلان میاد دنبالم میخوایم بریم. بذار بخوابم. چرا میزنی؟ حالا میخوام ببرن با خودم تابت بدم. ارسلان کی؟ امیر ارسلان نامدار ها؟ بریم یه تابی بزنیم، گشتی بزنیم. بلند شو. ما با این هکلم شبیه کینگ کونگ بیام با شما به چه خورده مثل چوب بستنی این همتون. میخوایم ببریم تابت بدی کلاس هم میذاری. بلند شو. حواستون به خودتون باشه. باتون هم هستم ارسلان. نبینم دست از پا خطا کنین ها. بهتون گفته باشم. ماشین مال آقاته؟ آره. داده زیر پایت کار کنی باش؟ نه یواشکی آوردمش. یواشکی آوردی؟ آه. اینطوری ها سورا؟ تو ما نمیاری با رفیقت که ماشین یواشکی از آقاش گرفته؟ چقدر ما بدبختیم ارسلان. هر رو بیچارگیمون و بی تفریحیمون بعد بیایم اینطوری ماشین آقا رو بدزدی تو که من اکبر هم بیایم باید تاب بخوریم تازه. ما پیاده شدم ها. نبینم میور برین مسافر غیر مجاز بزنین ها تو ماشین ها با ای سراب. چی؟ مسافر غیر مجاز سوار نمی کنین دارم بهتون میگم. غیر مجاز؟ مسافر مگه غیر مجاز و مجاز دار؟ مسافر دیگه میزنی. دوتاتون اگر بفهمامی کار کنین ها دوتاتون میگیرم محکم میزنم به هم که می گربه سگ بشین. تو ارسلان میشی گربه و الاف سرابم سگ. ما سگ ها؟ تقصیرمونه که گفتیم بیا بریم بیرون بتابیم. حالا تو فکرشو بکن اگه بزنیم به جایی یا خدای نکرده کسی بزنه به ما بدبختی. حواست باشه چی کار میکنی مدت کجا زده اینا؟ نگاه کن
زد چی فرق ما بقافتم آخ داغون شدیم به خودم میبینی زن موتور ما همه آشناشمون کردن بکن نگاه ماشی آقا میکشه بقافتم اینا رو اصلا ما رد کردیم گیریمشون ببین نگاه کن شلوغش میکنیم ما شلوغش میکنیم خوب همه جمع بشن تا راهنمای رانندگی بیاد گروکی اینا مقصرن ببین اینا مقصر اصلی هن. حق با ماه ما باید پول بگیریم ازشون خب بابا پچی ولی خودمونیم تو هم رانندگی بابا چی کار کنم دفعه اومد جلو معلوم نی تو آسمونیم با رانندگی ولی بقافتم نیستی تا اینا بره نگاه کن ببینیم چی شده اینا بی سب کن ببینیم اما یه خورده یه واشتر خور اگه اینا یه رفته بهت گفتن ما رو زمینی خسارت نمی‌کنیم قبول نکنی یا ما فردا شما رو ماشین رو میدم میرم در صبر درست میشه میگه آقا اینا به موزه اینا رفتن قیافه‌هاشون خود دیگه تابلو اصلا چه آدمایی ان فقط رضایت بشون به حالا مامور میاد کروکی بکشه دیگه حساب کار بهشون میاد فقط بهشون رضایت بده تو رد شدی نه بابا مقصری نه سرعتش هم خیلی بالا بود بابا ولشون کن اصلا خیابون فریه نشانه فری بودن خیابون هم تابلو رعایت حق تقدمه یعنی شما میخواد میبایست توقف کامل بکنید بعد حرکت کنید یعنی اطمینان حاصل میکردید که در راه اصلی وسیله نقلیه در حال حرکت نیست شما رعایت حق تقدم رو به جا نیاوردید و باعث تصادف شده شما مقصر حادثه هستید به دلیل اینکه این تابلو رو نقض کردید رعایت این تابلو رو نکردید تابلو رعایت حق تقدمه شما باید توقف کامل میکردید تا اون وسیله در راه اصلی حرکت کنه و سپس شما با اطمینان خاطر حرکت کنید. خدا بیامرز زحمت دیدی الان شما از فری اومدید. ما اصلا مردم ما خسارت دیده شما اصلا ثابت کم نکردید. چی کردید؟ پشت پرده داغون اصلا جوان نامه نداشتیم. مقصری. میرفتیم 1 کیلو. 11 ماشین دنده عقب بگیر صورتش نگاه کن تو نه گربه دوست قایم شده لا ماشین پلیس نگاهش ببین اگه بخین کشش بدین و دنبال پرونده رو بگیرین و این چیزا حالا باید ماشینتون بخوابه خدا میدونه تا کی پروندهتون بیا بالا و به کارتون رسیدگی بشه اگه نظر منو میخواین همینجا سازش کنید با هم کنار بیاین و مسئله‌تون رو حل کنید بهتره تا که بخین الاف بشید برید بیاین البته ما کار خودمون رو انجام میدیم منتها مراتب به خاطر خودتون میگم حالا دیگه بستگی به میل خودتون داره هر تو شما بگید ما همون کار میکنیم دیران سال ما مقصرت ماشین مستقیم رفتم آقا اومد زد به ما حالا ماشین داغون به خاطر اشتباه آقا باید کلی خرجش کنیم موتور ما هم له شده ماشین تو حالا میره صافکاری درست میشه 10 تومن خرجش میشه مال ما چی 70 80 تومن خرج داره
دو نفر بودین ها؟ نفر دومتون کو؟ تو حیات برو دنبالش بیارش میریم. باش. سرکار ببخشید یه آقای کت شلوار پوشیده بود یه کلاهی سرش بود ندیدی کجا ره؟ او رفت. کدومه؟ اوه؟ کجایی تو 2 ساعت منتظرتیم کجا رفتی؟ رفته بودم دست با آب. دست با آب ها؟ بابا خب ما داشتیم میرفتیم مقصر بودیم دیگه گردن بگیر لو با تو دارم صحبت میکنم با اینه با تو خدا بگیری مقصر بودیم دیگه افر میمونی تو هستی افسر بیاد شما مقصری. بله افسر نگهبان کار داره. افسر نگهبان؟ بله. مونه چه کار داره میگه؟ ما تقصیر کار بودم اون پشت موتور نشسته بود راننده او بود به ما چه؟ گفته مشکوکین. ما مشکوکم؟ حالا بیا بریم ما چرا مشکوکم؟ بیا بریم تو حالا بابا ول کن بابا بیا بریم تو به ما چه؟ نمیان چیه کار داره؟ بیا بریم باشه خود یواش بیا بریم یواش جناب سربان سرم درد میکنه زنگ بزنین آمبولانس بیاد جناب سربان اینا زدمان داغون کردن لطو پارمون کردن به خدا زنگ بزنم آمبولانس بیاد؟ این آمبولانس نبود؟ خب میرفتی باش؟ جناب سربان خب اون موقع بدنم گرم بود نمیفهمیدم کلم داغون شده جناب سربان به خدا زنگ بزنم برای آمبولانس بیاد شدیم آژانس تاکسی رانی برای اینا بلند شنبتون بریم با هم بیرون با هم صحبتاتون رو بکنین حرفاتون رو بزنین هر مطلبی دارید به هم دیگه بگید اگر به توافق رسیدین و موافقت کردین چیزی که بینتون باشه باید بیان به من بگین تا دنبال پرونده رو ما بگیرم بفرمایید آقا خدا ده تومن برام ولی ماشین اکبر خرج داره بابا 400 صافکار؟ بله آشنا دارم. برای کی میخوای؟ ماشین؟ مال کی بوده؟ باشه چشم. ای احمد صافکار باباتم میشناسه. حالا من خودم تماس میگیرم. هماهنگی میکنم که حواته داشته باشه کارت زود انجام بده. بله چشم الان تماس میگیرم. با موتور مستقیم اومد زد اینجا. جان تو فقط طور اورژانسی برامون زود ردیفش کن که معلوم نشه آقا که بفهمم بیچارم آقا اینه اگرم فهمید دیگه ایشه. حالا محمد کار دارم یه روز درستی میخوابه نه جان خود برامون راش بنداز علامش هم با ما شیرینیش هم بد میدیم فقط معلوم یه دریش بنده خدا از باباش میترسه یه کارش بکن برام جوونیم دیگه در خدمتیم تا شب بتونیم ببریمش خونه تا شب به تبریش میگم دست درد آقا شما معلوم نمیشه دیگه خوب نه دیگه بر رنگ بخوره معلوم نمیشه دیگه صاف کاری میشه رنگ بخوره میره اینا خودتون باید این براش میخری یکی بیا سوار میکنی جاش خودت میگیری و سوار میکنم سوار میکنم برات دست درد نکنه بعد خدمتیم تمام میام ساعت چند بیام طرف بیا ساعت
6 بیا برسه 6 7 اگه زودتری ارسلان موضوع با آقاش گفته بود اینقدر نمیترسید حالا ما اینقدر بدبختی نمیکشیدیم. چقدر رفتیم پاسگاه اومدیم گیر 2 تا انچوشک افتادیم توی چند روز. بهش گفتم بابا برو موضوع با آقات بگو، برو راستش بگو. نه میترسم. حالا بهش گفت چی شد؟ هیچ. میبینی؟ نه بدبخت راست میگه آقاش اینقدر زدتش که میترسه. نه بابا حالا هیچ کارش نه، بزرگ شده دیگه. هیچی هم بهش نگو. خلاص.